درود ما، این چطوری؟ خوبی؟ چطوری مارتین؟ خوبی؟ وقتت بخیر. قربونت، مرسی عزیزی. میخوایم امروز بریم یه مقداری ببینیم تو اکس چه گذشته، تو هفته گذشته خیلی سریع ببینیم دنیا دست کی بوده و چطور گذشته تو اکس. دمت گرم. بریم امروز 9 میه. بریم پس. میخوایم اولیشو ببینیم که چیه. اولیش زده که رویترز میگه که LNG تانکرهای sailing toward Hormuz Strait shipping در that واقع shall رویترز گزارش داده که یک نفتکش گاز طبیعی مایع در حال حرکت به سمت تنگه هرمزه. این کشتی از بندر رأس اللفان قطر به مقصد بندر قاسم پاکستان حرکت کرده. اگه بتونه از تنگه هرمز عبور بکنه، اولین نفتکش LNG قطره که از زمان در واقع عملیات نظامی آزادسازی ایران از تنگه هرمز تونسته عبور بکنه. هم طبق داده های کشتیرانی LSEG این محموله در چارچوب توافق دولتی میان قطر و پاکستان ارسال شده. دو تا منبع آگاه به رویترز گفتن که جمهوری اسلامی با عبور این کشتی موافقت کرده تا با ایجاد اعتماد میان قطر و پاکستان در واقع کمک بکنه. من که بعید میدونم بذارن رد شه. این بلاکدی که انجام داده در واقع امریکا، احتمال اینکه بتونه عبور کنه بعیده. جلوشو میگیرن، من فکر نمیکنم. کسی در واقع کشتی میتونه از اون تنگه عبور بکنه که اول موافقت امریکا رو داشته باشه. مهم نیستش که جمهوری اسلامی چه تصمیمی نه، بگیره. عبورم بکنه تو دریا عمان میگیرن جلوشو، یعنی دقیقاً. مهم نیست. دقیقاً. اگرم بخواد که پافشاری بکنه و گوش نده، میزننش بلافاصله. برای همین این فکر نمی کنم که به واقعیت بپیونده مگر تایید امریکا رو داشته باشه. منم بعید میدونم بتونه بره. BBC و BBC آیت الله BBC آیت الله BBC اومد. SMS ولی یک خبر رنگ. باحالی داد توی اینکه در واقع ناو بریتانیایی، ناوشکن بریتانیایی به اسم HMS دراگون قراره به خاورمیانه اعزام بشه که در صورت تشدید درگیری‌ها توی تنگه هرمز عملیاتی بشه و مأموریتش رو انجام بده. من فکر میکنم اگرم بیاد تنگه هرمز باید کاملا تحت نظر امریکا هر کاری که میخواد بکنه. اگه بخواد خودش کاری بکنه، بعید میدونم امریکا حال کنه با این قضیه و احتمال داره که حتی جلوشو بگیره. چون پرزیدنت ترامپ گفت حتی ما نمیخوایم اصلا شما بیاین. آره. یه جورایی در واقع نمیدونم. بعدم حالا یه کشتی مثلا این وسط میخواد چیکار بکنه؟ مثلا کمبود نداشتش که امریکا. من فکر میکنم کمبود یه کشتی نداشت حداقل. اگرم قراره اینا بیان بعد خیلی درست حسابی تر بیان. خب پس میریم سراغ رپید ریسپانس 47. خبرهایی که راجع به در واقع پرزیدنت ترامپ به صورت لایو گذاشته میشه. یعنی در واقع پرزیدنت ترامپ داشت مصاحبه میکرد، گفته اگر همه چیز نهایی و امضا نشه و کامل جلو نره، مسیر متفاوتی رو در واقع دنبال میکنه و ممکنه که اون پروژه آزادی تنگه هرمز، آزادسازی تنگه هرمز دوباره برگرده و حتی سختگیرانه تر و سنگین تر. برای پراجکت فریدم که یه تست بود به نظر من. پدافندهای لیزریشون رو میخواستن تست بکنن با پهپادهای اینا. چقدر موفق بود، همه رو زد. دقیقاً. دقیقاً. یه دونه توییت هم پرزیدنت ترامپ گذاشته بودش که آره، 2 تا توییت گذاشت اتفاقا. 2 تاشو دیدید؟ 2 تا بودش. آره. من خیلی اینجا بهش حسودی میشه اینا رو لایو میتونه ببینه. اینا رو میبینه خیلی کیف میده. آره واقعا، یعنی اینایی که تو نیوی امریکا هستن چقدر این گیمه براشون. این آره. پشه ها میان اینا رو میزن. ببین، به نظر من که این اتفاق میفته. 100%. آره، این اتفاق میفته چون که اینا به هیچ وجه نمیتونن در واقع به اون توافق برسن با شروطی که وجود داره. شروط انقدر شروط مهمیه که تقریبا میشه همون unconditional surrender، یعنی تسلیم کامل جمهوری جنایتکار. برای همین من بعید میدونم که اینها بپذیرن تسلیم کامل به این راحتی ها، مگه اینکه واقعا دیگه بخوان تسلیم بشن. این تنها حالتش. دقیقاً.
دقیقا. من اساسا فکر میکنم در حال حاضر جمهوری فاشیستی تروریستی اسلامی خیلی وقت سقوط کرده و الان تو دوران پسا جمهوری اسلامی هست و انتخاب باید بکنن بین مرگ و تسلیم شدن. آره دقیقا همینطور. من فکر میکنم حذف میکنه تا زمانی که یکی بیاد تسلیم بشه. این روند ادامه خواهد داد. باید ببینیم در نهایت این زرشکیان میمونه. فکر کنم این زیادی که وجود داره. در همین راستام در واقع عمو لینزی یه دونه توییت زد و این توییت پرزیدنت ترامپ رو کوت کرد. نوشته بود که ایده پراجکت فریدم پلاس که در واقع آزادسازی بیشتر از دفعه قبلی منظورش بود بسیار جالبه و فکر میکنم که میتونه نتیجه بخش باشه. ایجاد مسیری برای عبور امن کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز در برابر مقاومت جمهوری اسلامی یک تغییر بزرگ محسوب می شود. بخش پلاس یا همون بیشتر به نظر من شامل حضور بیشتر شرکای بین المللی و فعالیت نظامی محدود خواهد. در مورد هر گونه توافق مذاکره شده باید شامل پایان حمایت دولتی جمهوری اسلامی از تروریسم از طریق پشتیبانی از حزب الله و دیگر سازمان‌های تروریستی باشد. هر توافقی باید کاملا روشن کند که ادامه حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی تروریستی شدیدترین پیامدها را خواهد داشت. بدون آن لبنان و سوریه هرگز ثبات نخواهند داشت و اسرائیل هرگز روی صلح را نخواهد دید. از تلاش سخت همه افراد دخیل قدردانی می‌کنم و برای موفقیت این روند دعا می‌کنم. این هم در واقع در راستای همین مصاحبه پرزیدنت ترامپ در واقع توییت کرده بود و من فکر می‌کنم در اتفاقاتی که تو روزهای اخیر دیدیم و خود تو هم در واقع روی این توییت خیلی کار کردی Make Middle East Great Again یه اتحاد خوبی بین ایران آزاد و در واقع کشورهای عرب داره به وجود میادش. دقیقاً. حالا اتفاقی که افتاده اینه که قبلا امریکا و اسرائیل و مردم ایران دشمن جمهوری اسلامی بودن. الان کشورهای عربی مثل امارات و عربستان سعودی هم اضافه شدن. اونا بودن ولی وضوح نبود درش. وقتی که ما ببینیم که آدم هایی که در واقع قدرت صحبت کردن راجع به این مسئله داخل امارات نداشتن و الان دیگه تریبوناشون رو باز کردن و دارن می نویسن و میگن و قبلا اصلا چنین چیزی ما نداشتیم و الان این موضوع این خودش نشونه در واقع جبهه جدیدیه که جلوی جمهوری اسلامی باز شده و میبینیم که جمهوری اسلامی یا جمهوری جنایتکار اسلامی بهتره بگم تعداد بسیار زیادی فکر کنم بیشتر 2000 تا موشک و پهپاد و اینها فرستاد سمت امارات و در واقع خنده دارم اینه که امارات که یه حمله کوچیکی به اینا کرد که فکر کنم همین چند روز پیش بود به قشم و بندر عباس. ولی جالبه تو خبرها گفتن که اول اونا گفتن امارات بعدن امریکا گفت ما زدیم. خیلی اینم جالب بود که اون معلوم نشد دقیقاً کی زده ولی بعیدم نیست سمت خود امارات بوده که جمهوری اسلامی گفتش که حمله خصمانه. خجالت هم نمیکشه. خصمانه واژه‌های مسخره‌ای که این استفاده میکنن. خودشون 2000 تا میفرستن اونور با اونا نمیگن خصمانه. پهپاد و موشک به زیر ساختها و چیزایی که مردم رو هدف قرار میده خونه های مردم میزنن خصمانه نمیگن ولی به اونا میگن خصمانه. آره دقیقا. خیلی ادبیات مسخره این جمهوری جنایتکار تروریستی. و این لبنان و سوریه هم خیلی درست داره اشاره میکنه در واقع به خاطر اینکه تا اینها سقوط نکنن اونها سقوط نخواهند کرد. اون پراکسی های اینها در واقع و اون نیروهای نیابتی به قول معروف. میخوای بریم قسمت بعدی رو ببینیم چیه؟ بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال که توسط The Times of Israel باز نشر شده توی وبسایتشون، اسرائیل در ماه فوریه یک پایگاه نظامی مخفی در صحرای عراق ایجاد کرده تا از عملیات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کند. در این گزارش آمده که این پایگاه پیش از آغاز حملات مشترک امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ساخته شده بود
توپان عراقی فعالیت‌های نظامی غیرعادی شامل هلیکوپترها و تیراندازی را در منطقه مشاهده و به نیروهای عراقی اطلاع داده بوده. پس از نزدیک شدن نیروهای عراقی به محل، اسرائیل حملات هوایی انجام داده تا مانع کشف پایگاه بشن. در آن حمله دست کم 1 سرباز عراقی هم کشته شده بوده. دولت عراق آن زمان این حمله را بدون هماهنگی و مجوز توصیف کرده بود و ابتدا تصور می‌کرده که آمریکا مسئول آن باشه. اما منابع امریکایی به وال استریت ژورنال گزارش داده بودند که امریکا مستقیما در عملیات دخالت نداشته. ارتش اسرائیل به گزارش‌ها واکنش رسمی نشان نداده و از اظهار نظر در واقع خودداری کرد. این خبری بود که وال استریت ژورنال در واقع منتشر کرده بودش. و من فکر میکنم در واقع این پایگاه بیشتر برای ترین دادن و آموزش دادن یک سری از لیدرهای همین افرادی هستش که قرار هست به عنوان لیدرهای نیروهای مسلح در داخل ایران فعالیت بکنن. آره احتمالش خیلی زیاده که از این پایگاه برای مسئله خیلی زیادی استفاده میشه. مطمئنا این موضوع هست. حالا این میتونه از اینکه بتونن نیروهایی اونجا در واقع سازماندهی بکنن برای عملیات های داخل ایران، یا اینکه بخوان اسلحه از همونجا به داخل ایران، در واقع همون جریانی که بود که اوایل فکر کنم جنگ بود، که فکر کنم هفته اول دوم جنگ بود که یه خبرهایی اومدش که جمهوری جنایتکار حمله کرد به کردستان عراق، یاد باشه. بله. که این اصلا از همونجا به نظر من نشأت میگیره که این موضوع رو حالا با اطلاعاتشون فهمیده بودن که قرار اونجا اتفاقاتی بیفته، قرار اسلحه بیاد، که بعدا خود پرزیدنت ترامپ هم به این موضوع اشاره کرد. در مورد این حالا مثلا یه ویدیو خیلی کوتاهی هم ساختم که گفته بودم که قرار اسلحه بیاد و تد کروز گرفته تا لینزی گراهام و نمیدونم مارک لوین و افراد مختلف راجع به این موضوع صحبت کردن که بهترین راه اینه که اسلحه وارد ایران بشه. حالا اسلحه چطور وارد ایران بشه، دست کیا برسه، قطعا برنامه‌ای هست براش. هم میتونه از سمت عراق باشه، هم میتونه از سمت پاکستان، حتی میتونه از سمت افغانستان هم باشه، یا از سمت جنوب و دریا هم میتونه باشه. خیلی جاهای مختلف هست، جدا از اینکه آسمون هم که دست امریکاست. اینکه چطور اینا برسه به نظر من شدنیه و برنامه‌شو دارن. اینم میتونه یک بخشی از اون برنامه باشه. بله آقای ضعیف مرز ضعیفترین رهبری که به نظر من تا الان، ضعیفترین رهبر اروپایی. آره اروپایی که وجود داره واقعا. یعنی حرفشو 100 بار 100 مدل عوض که اولش خوب اومد گفتش که این جمهوری جنایتکار باید بره، بعدش تا دید رای دیگه نیست بیاره سریع حرفش عوض کرد. این چپای اروپایی بهش فشار آوردن، اینم تسلیم شد. محبوبم نیستش دیگه توی نه محبوبیت هم نداره جامعه بین الملل، نه در بین مردم خودش. و من فکر میکنم مجرم اصلی در واقع اون قضیه که به صورت و ناامنی که برای پادشاه ما به وجود اومد هم مقصرش ایشونه و اینم بسیار مشخص بود که اینها از حضور پادشاه در اونجا ناراحت بودن و این موضوع کاملا برنامه‌ریزی شده بود که یک گروهی رو در واقع برای اون حرکت فوق‌العاده خطرناک انجام بدن و این کشور آلمان رو بردن زیر سوال حتی با حرکتشون. اینا مردام دارن کارهای بسیار اشتباهی میکنن، از جمله خروج در واقع فکر کنم 5000 نفر از نیروهای بیش از 5000 نفر از در واقع آره پرزیدنت گفت 5000 نفر تازه بیشتره. آره فکر کنم اینو گفت از نیروهای امریکایی نیتو در آلمان. مرتز صدر اعظم آلمان گفته اروپا همچنان خواهان حفظ یک ناتوی قدرتمند و در هدف اصلی امریکا برای پایان دادن به جنگ جمهوری اسلامی با امریکا اشتراک نظر داره. پایان دادن اشتراک نظر تو چی؟ چه پایانی؟ پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی. اصلا امریکا قرار نیست پایان بده به جنگ الکی که مثلا اهدافش چیزی نیستش اهدافش نرسه و هیچ وقت در مورد این قضیه صحبت نشده.
هیچ وقت امریکا نگفته من میخوام اتفاقا پرزیدنت ترامپ یه توییت زد، گفتش که مردم امریکا توافق نظر دارن رو این که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه تا به پایان دادن جنگ. دقیقاً حکم دادن دقیقاً مردم. به شدت. الان مارکو روبیو هم تو حرفاش خیلی اینو دقیق گفتش که اینها که میان تنگه هرمز رو به گروگان میگیرن و میخوان از این راه از اخاذی کنن از کشورهای دیگه، شما فکر کنید اینا یه بمب اتم داشتن چه میکردن؟ قطعا مردم امریکا و تو تمام نظرسنجی ها مردم امریکا کاملا موافق اینن که به هیچ وجه نباید جمهوری جنایتکار بتونه دستیابی داشته باشه به سلاح‌های اتم. و این کاملا روشنه برای ادمینستریشن امریکا که چه اینا در حال حاضر به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشن، چه در 20 سال آینده امکان استفادهش به خاطر این اتفاقاتی که افتاده براشون وجود داره. برای همین اصرار دارن به درباره هیچ غنیسازی نباید اتفاق بیفته دیگه، به خاطر اینکه اعتمادی وجود نداره. و در عین حال این موضوع یه جورایی پوتین هم خوشحال میکنه ولی خب پرزیدنت ترامپ فکر میکنم الان تو این وضعیته که فشارش رو اروپا خیلی براش مهمه که بتونه در واقع اون همپیمانان خودش رو به عقل بیاره. حالا باید ببینیم چطور این موضوع پیش خواهد رفت. بحرین اعلام کرده 41 نفر دیگر هم در اتهام با ارتباط با سپاه پاسداران تروریستی جمهوری اسلامی IRGC بازداشت کرده و همچنان هم در واقع اینا این عملیات ادامه داره و بحرین یکی از کشورهایی هستش که به سرعت داره عواملی که با جمهوری تروریستی اسلامی همکاری میکنن و سپاه پاسداران رو دستگیر میکنه و بعضا دیپورت میکنه. آقای قاسم نژاد یه توییت الان زده 44-45 دقیقه پیش که گفته رژیم یک شیطان واقعیه و کسایی هم که ساپورتش میکنن هم در واقع مثل خود اونا جز شیاطینن و این عکس رو منتشر کرده. دیگه دقیقاً دیگه اونایی هم که ساپورتشون میکنن کیان؟ هشت و شعبی و نمیدونم حزب الله و فاطمیون و یه باش آدم تروریست. پیج بعدی نت بلاکه که دوباره اشاره کرده در مورد این که وارد 11 هفته شدیم که و 1680 ساعته که در واقع مردم داخل ایران به اینترنت دسترسی ندارن. خواهش میکنم از اگه کسی گوش میکنه اینو به انگلیسی کار کنید بچه‌ها. این بعد به گوش دنیا بیشتر برسه تا اینکه خود ما ایرانی‌ها میدونیم چه خبره. این ویدیوی پادشاه هم که خیلی ویدیوی مهمی بودش در حال حاضر رسیده به 16 میلیون ویو و این ویدیو هم دقیقا حالا اینم بگیم راجع به چی بود. به نظر من این ویدیو بسیار بسیار ویدیو مهمیه و داره میگه که چپ‌ها در اروپا چه کردن و اینو بلافاصله ایشون بعد از سفرش به آلمان گفت پادشاه و بسیار مهمه. این ویدیو رو اگر دوستان تا الان ندیدن ببینن، لایک کنن، ریتوییت کنن و پخشش کنن، چون که مدت چندین روزه که ایشون اینو پین کرده و از اهمیت بسیار بالایی برخورداره که بدونیم که آقا ما جنگمون فقط با رژیم جنایتکار نیست، با در واقع چپ هایی هستش که در اروپا هم حتی دارن فعالیت میکنن، در کشور دیگه هم فعالیت میکنن و اونا نمیخوان رژیم جنایتکار بیفته، چون پیروزی بزرگی برای ملیگرایان و وطن دوستان و میهن پرستان اتفاق میفته که این اون چیزی نیست که اونا میخوان. پیج کامیونیکیشن پادشاه در واقع توییت آخر آقای کتابچی ریتوییت کردن و گفتن نظام اسلامی در 5 سال گذشته دست کم حدود 10 میلیارد دلار بر روی سازمان‌های مانند حماس، حزب الله و جامعه المصطفی هزینه کرده. اگه صرفاً همین هزینه به بخش آب منتقل میشد، ایران میتوانست بیش از 40 واحد بازچرخانی فاضلاب، شیرینسازی آب شور و تصفیه فاضلاب داشته باشد. مسئله‌ای که میتوانست بخش مهمی از معضل بحران آب در ایران را کاهش دهد. وقتی از غارت سرزمینی توسط این نظام میگوییم، این صرفاً یکی از مصادیقش است. نظامی که ایران را خرج میکند. در این یادداشت به همراه محمد نایب یزدی
و سعید قاسمی نژاد با جزئیات مختلف به این مسئله پرداختیم. بله، بحث آب خیلی بحث مهمیه. من خیلی سریع به چند موضوع کوچولو راجع به آب بگم. ببینید، آب شیرین کن که قطعا باید ایران داشته باشه در آینده. و یه چیزی جالبی که وجود داره، فکر کنم تعداد آب شیرین کن‌های عربستان بیشتر از 100 تا رسیده و میزان لوله کشی که اینها زیر در واقع صحراهای عربستان کردن از رود نیل بالاتر رفته. یعنی اگر یک مقداری اینها وطن دوست بودن، میهن پرست بودن که نیستن، میتونستن این مشکل آب رو به راحتی حل بکنن. تازه ایران وضعیت آبش خیلی بهتر از عربستانه به خاطر موقعیت جغرافیایش. کوه داریم، ما یه عالمه برف داریم و من مطمئنم این موضوع ظرف چندین سال به راحتی قابل حله، به شرطی که عقلانیت و در واقع پول جای درست استفاده بشه و آدم هایی که شایسته هستن تو جای خودشون قرار بگیرن. این موضوع حل شدنیه. یعنی میشه به اون روز دید با برگشت پادشاه به ایران که ما به سرعت این مشکلات حل خواهیم کرد. توییت مهم دیگه در مورد گردهمایی ایرانیان در سراسر جهان هستش برای در واقع به خاطر روز مادر در 10 می International Mother's Day. در سراسر دنیا ایرانی ها کنار هم دیگه دوباره جمع میشن در اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت، بازداشت‌های گسترده و ادامه اعدام شهروندان ایرانی. دقیقاً اینا به بچه‌های کوچیک هم رحم نمی‌کنن. یعنی بسیار موجودات خبیثی هستند. ما واقعا درگیر موجودات خبیثی شدیم، ولی این هم نویدم بدم به همه که ما میگذریم از اینها و دوباره ایران برمیگرده به عقلانیت، برمیگرده به ثبات. از شر اینها خلاص خواهیم شد. مسئله بعدی هم در واقع حالا پیج پادشاه گذاشتن در مورد کانال یوتیوبی که معرفی شده در مورد رادیو ملی انقلاب ایران و دسترسی به رادیو تلویزیون انقلاب که توی وله اول این برنامه و آخرش بهش اشاره میشه. آره، و همینطور پادشاه بارها اشاره کردن که کمک کردن به نفتی که سازمانیه که پادشاه ازش حمایت میکنه خیلی مهمه و الان در وبسایت ایران پس میگیریم. تمام دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن، هموطنان عزیز، همیهنان عزیز، میتونن اونجا تشریف ببرن و دونیت بکنن به این سازمان. همینجور که پادشاه گفتن، این شما بهترین ماشین دنیا رو هم داشته باشی، بنزین بهش نزنی خوب حرکت نمیکنه. و اونجا شما میتونید انتخاب کنید که حتی دونیشنتون به کدوم قسمت بره. میتونه بره سمت در واقع تلویزیون ملی، میتونه بره سمت حفاظت از جان پادشاه و میتونه صرف موارد غیره بشه. خب سپاس ازت مارتین جان، سپاس از همه در واقع باشندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم به همین شکل در خدمتون باشیم. منم درود میفرستم بر پادشاه ایران، درود میفرستم بر خاندان ایرانساز پهلوی، بر تمام همیهنان عزیزم و بر تمام جاویدامان ایران زمین که یادشون تا ابد و راهشون تا ابد ادامه خواهد داشت. تا دیدار دیگر که فکر میکنم هفته یک بار ما تصمیم داریم این کار رو بکنیم. بدرود. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود. پاینده ایران، جاوید شاه.